قصه جلیبی بای میگه پیامبر آمد جلیبی بسیار آدم کمبغل بود حضرت عمر میگم خیلی حدیدش گو جلیبی بزن نمیگیری در مسجد که جلیبی میگه آدم کمبغل و گو حضرت گفت من مرا کی زن میتگو من آدم کمبغلم گفت حضرت میگه تبسم کرد گذشت پگاه دیدش گو جلیبی زن نمیگیری گو حضرت من نه خانه دارم خانم نه مسجده بالیشتم گو نمی دستکامه همین را میمونم خواب میکنم مرا کی زن میته میگه روزی سیوم گو جلیبی انا خانه فلان آدم میره خواستگاری میکنی دخترش برای خودت جلیبی میگه گو حضرت او فلانی کجا من کجا او یک آدمی بسیار آدمی با نفوذه او من دختر نمیته گفت جلیبی برای به خواستگاری بره میگه وقتی جلیبی خانه اومد سخن پیامبر برادر عزیز وقتی آمد میگه داخل خانه شید در تق تق کرد در آمد دیدن حیران شدن گفتن انا حیران نشین مرا پیامبر روان کرده است برای خواستگاری دختر شما میگه پدری میگه دختر گفت انا حرفات هرچی رفتیسته حرفات هرچی رفتیسته گفت نه پیامبر مرا روان کرد من گفتم که آخی مقصد من لایق به این دربار شما هم نیست مرا شما نمیتین لیکن حضرت روان کرد میگه همین حرفا من قطعی پدرش همین خیال بود که از داخل ای پشت پرده میگه صدای دختر بلند شد گفت صدا زده پدر تو گوش کرده است ای گپی مردک کی روان کرده گپ در سری به کمبغلی و ناداری نرفته اینا پیامبر روان کرده است من جان و فدای پیامبر من مقصد هر چیزی که باشد همه را بخشیدم بیار جلیبی نفراتا بیار مقصد من راضیم من راضیم ولی یک قصه خواندم یه روز در همین فیسبوک در شدم یه روز همین را خواندم در ایاردانیا یک بچه قطعی یک دخترک هر دوش در بگیم مدینیستود میخونده یاد بعدا بچه در همین دختر قبول شده است میه پیش پدر دختر میگه که همین دختر شما من در معقول من میخوام همین را بزنی بگیرم همین را مهر شما گفتین دو دولتو برادرو مهر بسیار گرانی بدای بسیار قیمت ایزن بعد میگه این مرده گشت گفت که پدرش گفت مهر دختری من از روی انصاف لیکن از روی انصاف 100,000 بار با پیامبر نازنین صلوات میفرستی حساب کرده کی بود کردی بیا دختر من در نکاح میدارم 100,000 بار با پیامبر نازنین صلوات بفرست کی بود کردی بیا دختر من تیار برادرای عزیز این همه ایمان های همه توفیق های همه اسلام های که آدم ها در این خیل روحیه ها برادر عزیز تربیه میکنن در این خیل روحیات مثال از او خیل خواهره که او مثال در دستی او میته این خیل پدره که عاشق مثال صلوات پیامبر البته ای او فرزندای خیلی به غیرت به دنیا می آید چهارم آدمی را که پیامبر نازنین گفت اینها را من قبلا مقصد اگر علم غیب پیش میشید بشارت به جنت میدم گفت که و رضا عنه ابوا کسی را که پدر مادر شای رضا باشه کسی را پدر و مادرش از او رضا باشه این را هم من گفت پیشکی بشارت میتونم که این هم داخل جنته خوش به حال برادرایی که پدر و مادراتون ای شما اگر راضی بودن و مردن یا باشن از شما راضی هم پنجم نفری را که پیامبر قبلا گفت و تائب من الذنب کسی که توبه از گناه میکنه گناه هایی که کردیم برادر عزیز لغزش هایی که کردیم خطاهایی که کردیم خب رو به قبله میشینیم بالای جای نماز دو خب
او معصیت‌هایی را که با خیلی وقتی خوش کردیم، با خنده کردیم، بسیار گوییم با یک وقتی خوش کردیم، گردنک کج بگیریم پیش الله مهربان و از خدای مهربان خواهش میکنیم که الله مهربان حقیقتا ما یک زمانی بسیار بنده بدبختی تو بودیم. امروز خدای مهربان مقصد ما برای توبه کردن اومدیم. الله مهربان گناهایی که کردم، خطاهایی کردم، اگرچه بسیارشا فراموش کردم، لیکن همش نزد تو محفوظن، همش نزد تو عیانن. خدای امور را از من بخش، خدای امور را از من مغفرت کن. ببینیم یک او مولوی دارد میگه ای موی سفید کرده ای نام سیاه، یک چند گریخته ای زی درگاه خدا. حق میگوید مرا کرم بسیار است، ناامید مشو بنده بیا عذر میخوام. یعنی کرمم بسیاره، بیا عذر خواهی کن، من ترا مقصد به بندگیت قبول دارم. من گناهایی که کردی اگر توبت صدقم باشه همه شبا با حسنات مبدل میکنم. این 5 نفر برادران عزیز و گرامی پیامبر نازنین گفته بود است که اگر علم غیب میشد من اینها را قبلا بشارت به جنت میدادم. ای طرفی اکثرا خوشامنها، ای طرفی همون خواهرای شهر، اپهای شهر، خب چیزایی را که من میدانم و من چیزایی را که دیدستم که امروز مقصد این اگر نه برنامه یگان 3 روزه پیش در رادیو آزادی خوانده باشین مقاله که ماهیده 1000 طلاق شدیسته، ماهیده 1000 طلاق. این نه مقاله 3 روزه پیش در رادیو آزادی، ماهیده 1000 طلاق، سالیده 12000 طلاق. همش تأثیری شخصی سیومه، تأثیری شخصی سیوم. برای همین برادرای عزیز و گرامی بسیار در این مسئله اهمیت دادن در کار زندگی ها را مقصد همین چهلی که خیلی که یک دوران اینها را مثال همیشه نصیحت کن در کار، مصلحت کن در کار، سخنهای نیک گفتن در کار، کمتر زمان هم دیگر شدگی، کمتر مقصد تغییرات های زیاد پیدا شدگی. برای به همه همین امروز مثال چکو کن در کار، مساعدت کن در کار، موافقت کن در کار. تو برادر عزیز فرزندای ما خدا پرده کنه بچه که ما تو مثال وقتی زن سر میده یا دختری ما تو وقتی دیوا میشود خب بیروی بسیار مصیبت کلانه به خدا، بسیار تاثیر کلان روانی در دخترک در بچه تاثیر میکنه. همش اگر ببینین خاطر دین نیست، یگان تایمی را من چندی تو نه به خاطر نماز نیست، به خاطر خدا نیست، فقط به خاطر اینمی دنیای، به خاطر رشکای، به خاطر اینمی نفسای، به خاطر اینمی قدر چیزای. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم.